سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 19 سپتامبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. تاجیکستان کشته شدن 41 شهروندش را در مرز با قرقیزستان تصدیق کرد. شماره کشته شده ها از طرف قرقیزستان به 59 نفر رسید. رویخط نام به نام 24 قربانی مناقشه در مرز با قرقیزستان. برای خون اینها که جواب میگوید 6 شهید از جمله 3 کودک از یک عائله در اسفره. صحبت‌های تلفنی پوتین با رامون و ژاپاروف موضوع اساسی وضع مرز بود. نگرانی سازمان ملل و امریکا از حوادث خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان. دعوت طالبان به قطع زدوخوردها در مرز تاجیکستان و قرقیزستان. مفتی تاجیکستان حمله به مسجد افش قلچه را محکوم کرد. و اکنون تفصیلات خبرها. مقامات تاجیکستان اعلام کردند که در جریان مناقشه‌های مسلحانه روزهای 14 و 17 سپتامبر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 41 نفر کشته شدند. صادق امامی، معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان، روز 19 سپتامبر سال 2022 در یک بریفینگ با حضور نمایندگان کورپوس‌های دیپلماتی در دوشنبه اعلام کرد که در جریان مناقشه روزهای 14 و 17 سپتامبر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان از طرف تاجیکستان 41 نفر کشته شدند. بنا به اطلاع رادیوی آزادی، صادق امامی گفته است که آمار مرگ 41 نفر نهایی نیست و ممکن است بیشتر شود. وضع چند نفر زخمیان وزنین است و طبیبان برای نجات آنها تلاش دارند. افزوده است معاون وزیر کارهای خارجه. این بار اول است که مقامات تاجیکستان آمار کشته شده های مناقشه اخیر را در مرز با قرقیزستان رسما اعلام کردند. جانب قرقیزستان درباره 59 کشته و دست کم 144 زخمی از آن طرف خبر داده است. هر دو طرف یکدیگر را در آغاز مناقشه اخیر خونین که پرقربانی ترین نزاع مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان شد عیبدار میکنند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 18 سپتامبر سال 2022 بار اول رویدادهای خونین اخیر در مرز با قرقیزستان را شرح داد. دوشنبه قرقیزستان را به صادر کردن حمله تجاوزگرانه به ضد جمهوری تاجیکستان عیبدار کرد. وزارت تندرستی قرقیزستان شب 18 سپتامبر سال 2022 خبر داد که تا ساعت 22:00 شماره کشته شدگان از طرف قرقیزستان در مناقشه اخیر در مرز با تاجیکستان به 59 نفر رسیده. شماره زخمیان 144 نفر شده است. بنا به معلومات فوری از ولایت بادکند رسیده به مؤسسه های تندرستی بادکند جسدهای باز 13 کشته شده را آوردند. شماره عمومی کشته شده ها در جریان مناقشه مسلحانه در ولایت بادکند به 59 نفر رسید. گفته می شود در اطلاعیه وزارت تندرستی قرقیزستان به پایگاه خبری بامداد میسر شد که تا این ساعت اسم 24 نفر از کشته شدگان را از طرف تاجیکستان در جریان مناقشه روزهای 14 و 16 سپتامبر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان را معین کند. این روی خط هنوز پوره نیست، زیرا تنها موردهای تصدیق شده علاقت شهروندان تاجیکستان در مناقشه اخیر در مرز با قرقیزستان از 40 نفر بیشتر است. وزارت خارجه تاجیکستان در اظهاراتش از کشته شدن دست کم 26 نفر از ساکنان ملکی را تصدیق کرده است. مناقشه روز 16 سپتامبر یکی از خونین‌ترین مناقشه‌ها نه فقط در تاریخ نزاع‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان بلکه در تاریخ بعد از شوروی نزاع‌های مرزی در تمام کشورهای آسیای مرکزی به شمار می‌رود. روز 17 سپتامبر سال 2022 در جماعت چارکوی اسفره یک باره نماز جنازه 8 نفر از قربانیان درگیری‌های روز 16 سپتامبر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان دایر شد. 6 نفر آنها از یک عائله بودند. 2 زن و 3 فرزند آنها از جمله یک طفل در بطن مادر و بیبی این کودکان. سید عبدالله نوردین ژورنالیست مقیم اسفره اسم این شهیدان از یک عائله را نشر کرده است. سردار عائله فیض و مهیاخان سال تولدش 1969، کلین خوندان بهرامزاده دلنوزه سال تولدش 1993، کلین این خوندان اکتمزاده صداقت سال تولدش 1997، نبیره این خوندان امردینزاده اسامخان سال تولدش 2016، نبیره الهامزاده امران سال تولدش 2017 و یک کودک در بطن اکتمزاده صداقت بود و بعد 1.5 ماه باید تولد میشد و اون هم شهید شد. بنا به نقل سید عبدالله نوردین روز 16 سپتامبر اول
یک سناریاد نیروهای قرقیزستان به خانه استقامتی این اویله در محله تگ صدا رسیده دیوار این خانه را چپه کرده است. بعد افتیدن سناریاد ساکنان محلی کودکان را به بیمارخانه دهه نیمن انتقال دادند و از بیمارخانه نیمن توسط ماشین یوری تاجیلی میخواستند به بیمارخانه مرکزی شهر اسفر برند، ولی در راه در بالای کوپروک دهه چور قشلوق ماشین یوری تاجیلی به حمله نیروهای قرقیزستان دچار شده است. در نتیجه این حمله 7 نفر به هلاکت رسیدند، از جمله 6 نفر از این یک اویله. صرف نظر از آن که مناقشه اخیر در مرز با عیب کی سر شد، این سوال ذهن کسی رو نمیتواند آرام بگذارد که این سه کودک معصوم یکیش هنوز حتی دیده به جان نکشوده بود و همین طور مادران آنها و بیبیشان چه گناه داشتند و برای خون ریخته این بیگناهان کی باید جواب دهد؟ در آن دنیا که این گناهکاران هم به سزای اعمال خود خواهند رسید، ولی در این دنیا برای خون آنها کی را باید به محکمه بشریت کشید؟ به پایگاه خبری بامداد میسر شد که تا این ساعت اسم 24 نفر از کشته شدگان از طرف تاجیکستان در جریان مناقشه‌های روز 14-16 سپتامبر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان را معین کند. این رویخط هنوز پوره نیست، زیرا تنها موردهای تصدیق شده هلاکت شهروندان تاجیکستان در مناقشه اخیر در مرز با قرقیزستان از 40 نفر بیشتر است و حزب دموکرات حتی درباره کشته شدن حدود 60 نفر از طرف تاجیکستان خبر می‌دهد. به این دلیل اداره بامداد امیدوار است که با کمک شما خوانندگان عزیز این رویخط را تکمیل میکنیم تا یگان قربانی این مناقشه از یادها فراموش نشود و اینک اسم سربازان کشته شده عالم نظر خالق نظرف، شهر خوروغ، ولایت مختار کوهستان بدخشان، سفرعلی حسن 23 ساله، نویه واسه، اصلان مننقلوف، شهر بختر، جمعیف صبردین سبحانویچ، افسر از دهه قزنوق نویه رشت، اودینایف محمد جان حسینویچ، سال تولدش 1996، سنگینوف جمشید از دهه سیمگنج در کنار شهر وحدت، نجمدینوف شورت جان جمشیدویچ، جماعت شهرک خوولینگ، نویه خوولینگ، نصرت الله فتولویف 25 ساله صاحب 2 فرزند، زاده دهه گلستان نویه کوشانیان، خیرتمند عثمان زاده 28 ساله از دهه وشنه نویه عینی، محمد از دهه درغ نویه عینی، علاوالدین میرزایف از دهه اسکادر نویه عینی، نظرالله عالموف از نویه وخش، شورت عبدالخیروف از نویه وخش، صلاحالدین مومنوف از نویه وخش، شورت جمعخانوف از نویه وخش، منصور جان قیوموف، نعمتزاده صادربک ساکن دهه استشان جماعت دیهات لنگر نویه کوهستان مشچا، خالزاده نور محمد ساکن دهه ایوان تاجیک نویه کوهستان مشچا. اسم قربانیان از حساب ساکنان ملکی 5 عضو یک عائله از محله تگ صدای جماعت چورکوی اسفره، سردار عائله فیاض و مخیوخان، سال تولدش 1969، کلینش بهرامزاده دلنوزه، سال تولدش 1993، کلینش اکتمزاده صداقت، سال تولدش 1997، اکتمزاده صداقت حامل بود و طفل بطنش علکه 8 ماه بود، نبیرش امردین زاده اسامه خان، سال تولدش 2016، نبیرش الهامزاده امران، سال تولدش 2017، عبدالواحد عبدالقیوم سردار ریاست بودجه اجتماعی در سرریاست مالیه ولایت سوخت، زاده جماعت افچ قلچه نویه باباجان غفوروف. بنا به اطلاع وزارت خارجه تاجیکستان در جریان مناقشه روز 16 سپتامبر در مرز با قرقیزستان تنها از منمیات اهالی ملکی دست کم 26 نفر کشته شدند، از جمله یک زن سالخورده در دهه باغداری اسفره، 2 زن سالهای تولدشان 1948 1962 در جماعت خستیورز نویه باباجان غفوروف، همچنین در نتیجه حمله بتر به ماشین یوری تاجیلی در دهه چورقشلوق به جز آن 5 عضو یک عائله راننده ماشین و یک فیلچر هم کشته شدند. همین طور نیمه دوم روز 16 سپتامبر در نتیجه 2 حمله هواپیماهای بی سرنشین در جماعت افچ قلچه نویه باباجان غفوروف 18 نفر کشته شدند، 6 نفر آنها بر اثر حمله درون به بنای رقم مکتب 8 و 12 نفر دیگر بر اثر حمله هواپیمای بی سرنشین به مسجد افچ قلچه نویه جان باختند. رادیوی آزادی با تکیه به منابعش از کشته شدن دست کم 39 نفر از طرف تاجیکستان در جریان درگیری‌های روزهای 14 تا 16 سپتامبر خبر داد. حزب دموکرات تاجیکستان در اظهاراتش شماره کشته شدگان از طرف تاجیکستان را حدود 60 نفر رقم میزند.
به این دلیل بار دیگر تاکید میکنیم که این رویخط نشر شده هنوز کامل نیست و اداره پایگاه خبری بامداد حزم خواهش میکند که در پوره کردن این رویخط دست یاری خود را دریغ ندارند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 18 سپتامبر سال 2022 با پرزیدنت های تاجیکستان و قرقیزستان امامعلی رحمون و صادر جباروف صحبت‌های تلفنی انجام داده است. بنا به گزارش دفترهای مطبوعاتی رحمون و جباروف، یک موضوع اساسی در این صحبت‌های تلفنی وضع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بود که روز 16 سپتامبر بر اثر زدوخوردهای شدید مسلحانه در مرز 10 نفر کشته شدند. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که امامعلی رحمون و ولادیمیر پوتین در جریان این صحبت در ادامه مکالمه منتظم آنها برخی مسائل داغ روابط دو جانبه در چارچوب مشارکت استراتژیکی را بررسی کردند. بنا به این منبع در محور توجه جانبها مسائل رشد وضعیت در آسیای مرکزی در ارتباط با وضع پیش آمده در مناطق مرزی تاجیکستان و قرقیزستان قرار داشت. خدمات مطبوعاتی امامعلی رحمون افزود که او با پوتین همچنین پهلوهای دیگر تامین امنیت منطقه از جمله مسائل افغانستان و هم جدول زمانی و روزنامه چاره‌بینی‌های در پیش استاده دو جانبه و بسیار جانبه را در میان گذاشتند. دوشنبه در این باره تفصیلات از این بیشتری نداده است، ولی قبلا منابع گوناگون خبر داده بودند که روزهای نزدیک پوتین با سفر اینک دویمش در 3 ماه آخر وارد تاجیکستان می شود تا که امامعلی رحمون را با 70 سالگیش شخصا تبریک گفته پسر کلانی او رستم امامعلی را برای نشستن به کرسی پرزیدنتی پدرش فاتحه بگوید. امامعلی رحمون روز 5 اکتبر سال جاری و پوتین همگی 2 روز بعد او 7 اکتبر به سن 70 میرسند. خدمات مطبوعات پرزیدنت قرقیزستان خبر داد که روز 8 سپتامبر رهبر این کشور صادر جباروف نیز با ولادیمیر پوتین در یک گفتگوی تلفنی مسائل مربوط به مناقشه اخیر مسلحانه در مرز قرقیزستان و تاجیکستان بررسی کردند. در اطلاع رسمی گفته می شود رهبران کشورها وضع در مرز قرقیزستان با تاجیکستان را بررسی کردند. صادر جباروف و ولادیمیر پوتین درباره وضع کنونی، شماره کشته شده ها و آسیب دیدگان از جانب قرقیزستان در جریان زده‌خوردها تخریب شدن انشاءات ملکی و اجتماعی در دهه‌های نزد مرزی ولایت بادکند قرقیزستان معلومات داد. خدمات مطبوعات پرزیدنت قرقیزستان افزود که هر دو جانب به ضرورت و اهمیت هر چه زودتر و تنها با راه‌های دیپلماتی حل کردن وضع بحران بین قرقیزستان و تاجیکستان تاکید کردند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. وزارت کارهای خارجی حکومت در افغانستان تشکیل کرده حرکت تندرو طالبان در یک بیانیه ویژه خبرها درباره زدوخوردهای مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان را تشویش‌آور نامیده و دوشنبه و بشکک را به قطع زدوخوردها و حل مسائل مرزی از طریق مذاکرات و مکالمه دعوت کرد. در اظهارات وزارت خارجه به نام امارات اسلامی افغانستان که سخنگوی این وزارت عبدالقهار بلخی در توییتر چاپ کرد چنین گفته می شود: وزارت خارجه امارات اسلامی افغانستان زدوخوردهای اخیر مرزی بین قرقیزستان و تاجیکستان را تشویش‌آور می‌داند و در رابطه به قربانیان اظهار اندوه می‌کند. این زدوخوردها برای مردم ملکی هر دو طرف مشکل ایجاد کرد، از جمله باعث کوچانیدن هزاران نفر در قرقیزستان شد. خبر قربانیان و بی‌جا شدگان اندوه‌آور است. امارات اسلامی از هر دو طرف دعوت می‌کند که مسائل مرزی را با مکالمه و حسن تفاهم حل کنند. ادامه زدوخوردها می‌تواند امنیت و ثبات تمام منطقه را به هم بزند. مردم هر دو طرف مرز نباید قربان و یا وادار به ترک خانه و درشان شوند، گفته می شود در اظهارات خارجه امارت اسلامی افغانستان. رئیس شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده روز 19 سپتامبر سال 2022 در واکنش به حوادث خونین در مرز با قرقیزستان، قتل و خونریزی‌ها به خصوص قتل مردم آسایشته به ویژه در مسجد دهه افشقلچه نویه باباجان غفورов را محکوم کرد. نیمه دوم روز 16 سپتامبر بر اثر حمله هواپیمای بی سرنشین قرقیزستان به مکتب و مسجد افشقلچه 18 نفر کشته شدند. 12 تن از این قربانیان در درون مسجد هدف حمله قرار گرفتند. ظالمان ناکام و هر مغرور مغلوب است. ظالم برای آن ناکام است که بالای انسانهای آسایشته بی سلاح
خصوصا نمازخوانان مسجد تیرخوری میکنند و این ظلم حساب می شود، چرا که در آن مسجد انسانهای آسایشته قرار داشتند، نه آدمان سلودار روانه به جنگ. این آدمان با مقصد به مسجد رفته بودند که پروردگارشان را سجده کنند و با شکرگزاری برای پایداری صلح و ثبات و آسایشتگی تاجیکستان دعا نمایند. گفته سید مکرم عبدالقادرزاده وابسته به حمله روز 16 سپتامبر نیروهای قرقیزستان به مسجد افشقلچه نویه باباجان غفوروف. سید مکرم عبدالقادرزاده که این سخنان او را خبرگزاری دولتی تاجیکستان خاور نشر کرده است میگوید نواری رو دیدم که چند نفر نظامیان قرقیز در سر کامپیوتر نشسته با دیدن ترکش مسجد مذکور قهقه و کف میزنند، مثل اون که گویا دنیا رو گرفته باشند. چه قهرمانی کردن آنها، موسفیدان صلح‌خورده رو که برای عبادت به مسجد رفته بودند قتل کردند. این وحشانیت نیست؟ از این رفتار آنها انسان در حیرت میماند. عقل کجاست؟ انسانیت، شرافت و ننگ و ناموس کجا شدند؟ باید که شخص مسلمان همیشه از روی عقل و خرد و دور اندیشانه عمل و رفتار نماید. به عقیده مفتی تاجیکستان به قتل رسانیدن اهالی آسایشته چه در مسجد چه در نواحی نزد مرزی گناه عظیم و نابخشیدنی است. این تجاوز است، این زورآوری است که آدمان را برای وطنشان، برای خانه و درشان آمده میپرانند. آنهایی که خون نوحق ریختند برای هر قطره آن در این دنیا و آخرت جزا میبینند، زیرا خداوند بیگناه به قتل رسانیدن انسانها را نمیبخشد و آنها حتما جزایش را میبینند. گفته سید مکرم عبدالقادرزاده مناقشه مسلحانه روز 16 سپتامبر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان که از جانب قرقیزستان دست کم 59 کشته و از طرف تاجیکستان 41 کشته را به جا گذاشت، خونین‌ترین مناقشه در تاریخ نزاع‌های مرزی تمام آسیای مرکزی در چند ده ساله اخیر شمرده می شود. دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش شدت گرفتن خشونت‌ها در مرز تاجیکستان و قرقیزستان را با نگرانی عمیق پیگیری دارد و در رابطه به هلاکت آدمان سخت اندوهگین بوده به قربانیان و نزدیکان آنها اظهار همدردی میکند. در این باره در اظهارات سخن میرود که سخنگوی دبیر کل سازمان ملل استفان دیوژاریک روز 17 سپتامبر سال 2022 در سامانه رسمی سازمان ملل نشر کرد. دبیر کل از رهبران قرقیزستان و تاجیکستان دعوت میکند که با مقصد نائل شدن به رژیم آتش بس دراز مدت وارد مکالمه شوند. هر دو طرف باید برای پایین بردن تشنج از مکانیزم‌های موجوده به طور کامل استفاده برند. تاکید شده است در اظهارات سازمان ملل بنا به این بیانیه آماده است در صورت تقاضای طرفین برای پیدا کردن یک راه حل استوار که تواند پیش راه اختلاف در مرز دو کشور را بگیرد جاری برساند. نت پرایس سخنگوی دپارتمنت دولتی یا وزارت خارجه آمریکا نیز به حوادث اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان با نگرانی واکنش کرده است. او میگوید خبر درگیری‌های مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان ما را نگران کرده است، چون این حالت‌ها بیشتر جان مردم غیر نظامی را در خطر می‌گذارند و ما به خانواده‌های آسیب دیدگان همدردی بیان می‌کنیم. ما از هر دو جانب دعوت می‌نماییم که آتش بس را رعایت کنند و تلاش‌های خود را برای برقراری آرامی از طریق راه‌های دیپلماتی دوچند کنند. قبلا وزارت خارجه روسیه و اودکبه نیز به دوشنبه و بشکک برای حل بحران اخیر در مناسبت‌هایشان پیشنهاد کمک کرده بودند. این اظهار نگرانی‌ها و پیشنهاد کمک برای حل بحران در حالی است که روز 16 سپتامبر در جریان زدخوردهای سنگین مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان از هر دو طرف ده‌ها نفر کشته شدند. دادگاه رقم 2 نویه بیکانیر پایتخت قزاقستان روز 16 سپتامبر سال 2022 بر اساس پرونده غیرت سودبولدی جیان و در وقتش خیلی ثروتمند و پرنفوذ پرزیدنت سابق این کشور نورسولطان نظربایف شروع کرد. مرافعه نوبتی روز 20 سپتامبر دایر می شود. بنا به اطلاع رسانه‌های محلی غیرت سودبولدی بر رسانیدن ضرر به مال و ملک با روی فریب و یا سوء استفاده از باوری و تصرف مال ملک به او باور کرده شده ایبدار می شود. خدمات مبارزه با کروپسیون از انجام تفتیش پرونده جیان نظربایف خبر داده بود که در جریان تفتیشات ایبدار شوندگان به دولت مبلغ‌های غیر قانونی تصرف کردهشان در حجم بیش از 240 میلیارد تنگه یا بیش از 500 میلیون دلار را برگردانیدند. همچنین گفته می شود که تفتیشات علاوه دست داشتن غیرت سودبولدی در جنایت‌های چون سرپیچی از پرداخت انداز و
بوج و خراج گمرکی و شستشوی درآمدهای غیر قانونی را تفتیش میکنند. غیرت سودبولدی در دوره پرزیدنتی امکش نورسلطان نظربایف به قطار بویترین ساکنان قزاقستان طبق فرضیه مجله فوربس قزاقستان شامل میشد. او ماه مارت بازداشت شد و اینک نیم سال باز در پس پنجره قرار دارد. سال 2021 رادیوی آزاتق در یک تحقیقات گزارش داده بود که طبق رئیس مال و ملک کشور اروپایی لوکسمبورگ، غیرت سودبولدی یگانه مؤسس شرکت افشوری سکایلند اینوستمنت به شمار می رود. سال 2016 باشد سودبولدی توسط شرکت دیگرش الاتاو کپیتال اینوست قریب 4% سهمیه های شرکت قزاق تلکام را خریده بود. نورسلطان نظربایف که حال 82 سال دارد، از سال 1989 تا 2019 در طول 30 سال بر قزاقستان کشور از لحاظ مساحت، حجم اقتصاد و ذخیره های طبیعیش از همه بزرگ آسیای مرکزی روبری کرد. سال 2019 او کرسی پرزیدنتی را رسما به قاسم جمعت توقایف سپرد، ولی از پس پرده به عنوان البسی یا پیشوای ملت همچنان تقریبا تمام امور کلیدی دولت را در دست خود نگاه داشته بود و توقایف بیشتر نقش یک پرزیدنت نمایش را اجرا میکرد. بعد اعتراضهای خونین ماه ینور سال 2022 نظربایف از دست دراز دخالت و نفوذ قبلیش بر امور دولتی کشور محروم گردید. همچنین در این اواخر بسیاری از طرفداران و یاران او و خویشاوندان نزدیک نظربایف منصب و مقامهای بلند و تجارتهای بزرگ خود را از دست دادند و برخی آنها حتی پس پنجره رفتند. ناظران امور این سلسله بازداشت و تعقیب نفران نزدیک نظربایف را علامت از دست رفتن دست دراز نفوذ او بر امور قزاقستان می شمارند. اخیراً مقامات قزاقستان اعلام کردند که به پایتخت این کشور نام قبلیش آستانه را برمیگردانند. پایتخت قزاقستان را سال 2019 به شرف نورسلطان نظربایف نورسلطان نام گذاشته بودند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های ناخوش روز. اداره خدمات فدرالی زندانهای روسیه در جمهوری مردوویا خبر داد که در محبس رقم 17 از یک کوشش نوبتی به طور غیر قانونی به قلمرو این محبس وارد کردن مالهای ممنوع پیشگیری کردند. گفته می شود کارمندان محبس رقم 17 هنگام تفتیش جوازهای با خود آورده یک ساکن تاجیکستان 3 سیم کارت و 1000 روبل پول نقد را پیدا کردند. این ساکن تاجیکستان برای ملاقات دراز مدت با یک محبوس آمده بود. طبق مقررات استفاده پول نقد و سیم کارت در اکثر محبس‌های روسیه وابسته به رژیمشان ممنوع می باشد. نسبت به زاده تاجیکستان در رابطه با این حادثه پروتکل درباره حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب دادند و سنجش ادامه دارد. به او برای این عمل جریمه تهدید میکند، ولی ظاهرا اکنون او را از حق ملاقات با آن محبوس دیگر نیز محروم میکنند. بنا به آمار خدمات فدرالی زندانهای روسیه تا اول سال 2021 در زندانهای این کشور بیش از 7000 نفر از زادگان تاجیکستان هدای حکم میکنند و بیش از 1200 مهاجر دیگر تاجیک در بازداشتگاه روسیه تحت تفتیش قرار داشتند. صدها نفر از محبوسان تاجیک حکم خود را در محبس‌های جمهوری مردوویا ادا میکنند. هنوز از دوران استالین محبس‌های زیادی اساساً در مردوویا ساخته میشوند. اگنتی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان روز 19 سپتامبر سال 2022 از انجام تفتیش پیشکی و با تصدیق فکر عیبدارکنی به دادگاه ارسال شدن پرونده جنایتی ضد جمشید سیدجلال کارمند امبیتی شهر دوشنبه خبر داد. مرکز مطبوعات اگنتی در شرح پرونده گفت جمشید سیدجلال در وظیفه متخصص شعبه رقم 1 ریاست برویخطگیری تکنیکی کارخانه‌های دولتی فرعی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول در شهر دوشنبه کار کرده، ضمن فعالیت کاریش با استفاده از مقام خدمتی به باوری شهروند در آمده از نام برده با بهانه آماده نمودن شناسنامه تکنیکی حوله‌داری خانه استقامتی در دو حالت مبلغ $1000 آمریکایی و 3900 سامانی گرفته به منفعت آخرین یگان عمل معین را اجرا نکرده است. به ضد جمشید سیدجلال وابسته به این حالت بر اساس ماده 247 قسم 2 بندهای ا و گ کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام قلابی که تکرارا و با استفاده از مقام دولتی صادر شده باعث رسیدن ضرر جدی به شهروند شده است پرونده جنایتی گشودند. کارخانه دولتی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول یا MBTI که به وجودگذاری منزل و دیگر مال و ملک غیر منقول مردم مشغول می باشد یکی از نهادهای اعظم فساد زده در تاجیکستان به شمار می رود. و جمشید سیدجلالوف بر اساس قسم 2 ماده 247 برای قلابی همچون جزا و جریمه به اندازه از
365 تا 912 نشان دهنده برای حسابها یا محروم ساختن از آزادی به مهلت از 2 تا 5 سال تهدید میکند. ولی تجربه سودی در تاجیکستان نشان میدهد که منصبداران برای پوره گرفتن به دست افتاده در اکثر موردها با پرداخت یگان جریمه از جوابگری خلاص میشوند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 8 سپتامبر سال 2022 خبر داد که کارمندان شعبه ایالت‌های فوق‌العاده نویه شهر نو با کمک ساکنان محلی بعد 22 روز جستجوها بالاخره جسد یک کودک در دریای قرطا غرق شده را پیدا کرده از آب بیرون برآوردند. این کودک 8 ساله از شهر ترزونزاده هنوز روز 27 آگوست در حدود دهه پشت میانه نویه شهر نو غرق شده بود. جسد او را 5 کیلومتر پایین‌تر از جای حادثه پیدا کردند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده گفت عملیات جستجوی این کودک بلافاصله برا مانده شده بود و با وجود خیلی بالا رفتن سطح آب به طور بی‌ایست ادامه داشت. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده با اظهار همدردی به نزدیکان طفل غرمرگ از والدان خواسته است که نسبت به فرزندان خود از حد اکثر احتیاط کار بگیرند. بنا به آمار کمیته ایالت‌های فوق‌العاده طی 7 ماه سال 2022 در کل دریا و کانال‌های تاجیکستان الکی 123 نفر از جمله 64 نابالغ سنشان تا 16 غرق شدند. سال گذشته در تاجیکستان 155 نفر از جمله 75 کودک غرق شده بود. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.